به یه ویدیوی دیگه از همیسا خوش اومدین. ما امروز اومدیم اطراف رشت بهتون یه بومگردی خیلی خوشگل رو معرفی کنیم. اینجا روستای جیرسر باقرخاله است که یه بومگردی خیلی خوشگل اینجا داره. دستنی دی پاکو بیدی شانه به شانه زکن بوشو در بکن دستنی دی پاکو بیدی شانه به شانه زکن بوشو در بکن بربرین با حرفم و تیمه دهم ده سربم و یار 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 خوشتنیدی بول بولنگی تب بهار بهتر بم و یار 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 سرخ گوله فنگرم تیزی مکوله یادرم یار 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 دیبیه گوله نبرچی انتظاره من درم یار 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 بهار گیلان به خدا در تماشا فرشته گیلان به خدا در دنیا همینطوری که میبینید یه دشت بزرگ و خوشگله که توش پر از گاو و اسب و خیلی باحاله، خیلی خوشگله. قایق سواری هم داره. آره، از اینجا قایق سوار میشن تا کاسپیان انزلی، خیلی باحاله. بعد موتور هم اینجا کرایه میدن، میتونید توی دشت و قشنگ با موتور بگردی. حالا برای اینکه بخوایم بیاید اینجا از رشت به سمت جاده پیربازار میایم، بعد جاده پیربازار رو به سمت خمام، جاده خمام که میایم میرسیم به این روستا که اسمش از جیرسر باقرخاله. بریم ما هم داخل بومگردی رو ببینیم. بریم. خب این ورودیه بچه‌ها، ناکنید مرکز اکوتوریستی روستای جیرسر باقرخاله. خیلی خوشگله خدایی. حالا ما اینجا قبلا هم اومدیم، خیلی خوشگله. اینجا موتورم کرایه میدن. به یارو دست تکون دادم سرش آورد پایین. اینجا املتاش خیلی خوشمزه است. یه بار ما املت خوردیم با چی؟ کاکا. خیلی هم روغن بود ولی املتش خوشمزه بود. آره. بیا بریم داخل. بچه الان خلوت ها. یه بار چیز برای شب یلدا اومدیم اونجا روی اون میزه. آره. چیز وسایل شب یلدا شما با دوستات اومده بودی. آره. اومدیم ما اینجا وسایل شب یلدا چیدیم. آره. بعد عکس و فیلم گرفتیم. خیلی باحال. یه چیزی هم اینجا هست برای تالاب انزلیه. ناکنید اینجا وصل به تالاب انزلی. اینجا هم در مورد تالاب انزلی نوشته. من فکر کنم الان ناکنید ما بچه اینجاییم. خب ما اینجاییم و اینجا وصل به اصطلاح اینجا هم که پناهگاه حیات وحش چوکامه که اصلا نمیذارن کاری انجام بدیم، ولی ما که الان اینجا هستیم میتونیم از طریق این رودخونه بریم تا خود کاسپیان با قایق. مثل این قایق هم اجاره میدن داره، ولی خب هوا سرد، ما فعلا تصمیم نداریم بریم. چطوری پسر؟ خوبی؟ چه اینقدر خسته ای تو؟ خودم باید بریم ببریم بشم. خب بچه الان باید حساب کنم موقع تحویل. تخم مرغ محلی. تخم مرغ غازه یا تخم مرغ اردکه؟ آها تخم مرغ.
سلام چیه؟ این نونه کشتاه؟ بله. بچه چی میخورین؟ من یه کشته بخوریم. کشتاه شیرین نیست؟ شیرینه چرا؟ شیرین داخلش مواد داره دیگه. مواد گردو شکر این هم رشته خوشبه. خوشگار بگیریم. خوشگار. این هم نه یا نه؟ نه این کاکاه گردو کشمش کنجا. این الان چی بود اسمش؟ کاکا. Beauty magnifies. آقاش خانم در حال درست کردن کشته هستم به صدا این داخلش هم با مواد پر میکنید یا نه همینجوری نون طوری؟ این آرد گنده و آرد برنج کدوی شمله تخم شمللی شکر ورز میگیم با هم. درست. بعد این مواد داخلی شکر داره گردوی دارچینه بعد جوز هندی. نامحلی گیلانه دیگه. آره نون محلی گیلانه. یه شهر خاصی همین. آره مال گیلانه. آره ما الان شونو کشته هایچه بانو خواهدم آره آره خدای عجب هوایی شده. به به بچه ها دیروز پریروز افتضاح سرد بود، برف هم اومده بود، ولی الان دیگه آفتاب زده. واقعا چه هوای زیبایی. به اینجا هم محوطه کلی به اصطلاح بومگردی هستش. خیلی خوب. قهوه خونه میریزی ها؟ تاریخ عجب. شایی به به. چشم. دست شما درد نکنه. ایشون سیاوش پسر خاله منه. امروز افتخار دارم با ما اومدن. خب حمید رفته فکر کنم. وای من تو لاغت کاملا بمیرم مادر. ندیدم ناراحت شدی. حمید اینا اومدن ازت خوراکی بگیرن. الهی بمیرم. این براشون ضرر داره. این خوشکاره. اینا ماما بر تو نیست. چی گرفتی؟ این کشته؟ آره اینم خوشکاره. اونم که خوشکاره. اونم که چی بود؟ چی بود اسم این؟ کاکا. ببین سیاوش چایی برمون ریخت. خب شما از این تست کردی؟ نه. خب تست کن. آره و خوش میشه. چجوری گفت شیرینه؟ چی توش میدونی داره که چیکار شیرینه؟ کردین؟ فیلمشو گرفتم. یه دونه نون و دوتا نون برداشت. چقدر مواد داشت. خب بعد وسطش یه ترکیب گردو و دارچین و نه چیز. اینا بعد نون دیگه رو انداخت. بعد باز اینجوری به آخه چون اصطلاح انقدر نازکه به نظر همون دیگه اینو انقدر اینجوری باش ور رفت ویدیوشو گرفتم. بعد الهی بمیرم. اینم برشون ضرر داره. آقا شرفه سالوته.
مالوته. بچه بزنید بسید. بخور بعد سیف تو بردار. بخور. چی چاقو میاد؟ یه ذره چای 80 تومن میاره. منطقه توریستیه. Shall I charge you guys? آره بخور. خیلی خارجی داره با هم صحبت می‌کنه. آره اولش گفتم که شاید اگه مادر. این مادر شدم تا آخر مادرم دیگه. چراش خوردی کاکا؟ آره کاکاش خیلی خوبه. خوشحال دوست ندارم. چرا؟ میبینم یه جوری میشم انقدر دیدم. چرا؟ اصلا دوست ندارم بخورم. خوشگاه نمیدونم. من میبرم تهران بچه‌ها رو رحم نمی‌کنم. دختر فکر کنم. اینجا باید آهنگ ارمنی بخونه. برو اون ولی به وایب اینجا آروم میاد. ارمنی آروم میگه. بچه اینو شما بزنید بربده شما دوست دارید اینو بخور. زیاده. نه، زیادش نه که آره من نمی‌خورم. نمی‌خوام، اصلا من از خوردم. اون قلبم. آره زیاده برای منم. سرد شد چرا؟ ولی خوبیش اینه که بهت میگه که ممکنه آهنگ کپی رایت بخوره. آره یهو نمیذاری بعد چیز شه. اینستا یهو پاک میکنه خودش ها. آره من اینجوری شده بود دوستم. یوتیوب یکی از قانونمندترین پلتفرم‌های دنیاست. کامل ترین میشه. اصلا فوق‌العاده است. بخور دیگه سلام. خب بچه‌ها اینجا یه خونه اینجوری سنتی هم درست کردن. خیلی قشنگه. بریم با هم ببینیم. خونه ها به سبک گیلانی قشنگی. ببینید. مثلا الان بسته است فروشگاه محصولات خانگی. بریم بالا رو ببینیم. آهان زده لطفاً با کفش وارد نشوید. بچه ها اینجا یه ملک شخصی نیست، اینجا برای منابع طبیعیه. حالا اینجا رو ژاپنیا 8 سال پیش ساختن. خب دلیل اینکه اینجا رو ساختن به خاطر اینکه اینجا آخرین تالابی بوده که به تالاب انزلی وصل میشه. آخرین قسمت تالاب بوده. اینجا رو ساختن برای حفاظت از اون تالابه در واقع. خب و الان برای منابع طبیعی. حالا یه نکته جالبی که فهمیدم میخوام بهتون بگم. به اینجا میگن جیرسر باقرخاله. جیرسر باقرخاله یعنی چی؟ اینجا واسه اربابی بوده که اون ارباب 2 تا پسر داشته. اسم پسرش باقر بوده، اسم پسرش ناصر بوده. جیرسر باقرخاله از اون سر روستا که میایم اون قسمت سرش جیرسر واسه باقر بوده. باقر خاله یعنی چی؟ به خاله می‌دونید به رشتیا به چی میگن خاله؟ مثلا یه قاچ هندونه رو میگن یه خاله. یه همچین چیزی. به خاطر همین اسم اینجا شده جیرسر باقر خاله. یعنی این مکان برای اون باقره بوده. اون اربابه داده به اون پسرش باقر. ولی اون پسرش که ناصر بود ازش خبری نیست. کجاست؟ نمیدونم میگن اصلا تا الان هم ازش خبری نشد. ولی خب یهو نه اینجا صاحب شه. شخصی نیست، میگه اینجا واسه منابع طبیعیه. بعد این خونه ها هم بهش میگن خونه تلاردار. این خونه های این سبکی تو سنگران اسمش تلاره. بهش میگن تلار. به این سبک خونه های آره، تلار میگن. درست. کلا سبک قدیمی خونه هاست دیگه این مدلی. بسیار عالی، مرسی. آره. خب ما میخوایم این دشته رو به شما نشون بدیم. از اینجا میایم داخل. چه دشتی. خسته نباشید. خب بچه ها نها کنید اینجا حتی میارین با موتورم میارن. میاییم میتونید سوار شید با موتور برید دور بزنید. تو موتور که از ایناست. بعد کلی جای خفن داره. خدایی خیلی خوشگله. یک دو سه.
می جونه یاره کتابو قبای گالشی آها بگو اما رو بی جور بنه بو زحمت بکشی آها بگو میچل چرانه میچل چرانه امشوشی میخونه و شیرینی خورانه دلبر